حالتی می شود که سرگرمی صحبت گرم هم می شویم، چون ما همراه مهمان برنامه اکوی زایرشاه حیدرف کمی سرگرمی صحبتی بودیم، چون ساعتی ما رسید و ما را در اکران های خود دیدیم. و این صبح در مهمانی برنامه ما علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان، همزمان آموزگار کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان زایرشاه حیدرف هستند. و خوب پیش از همه اکوی عزیز دعوت شما، تشریف شما را به استودیو خوش آمدید میگوییم و پس از آن با چون گوییم در عرفه تجلیل نوروز فرخنده پی هستیم. سلامت باشید. اولا صبح شما بخیر باشد و صبح تماشابینان صبح دیار بخیر باشد و اولا سلام خود را به مردم سوق زمین میرسانم و همه آنها را به این عید نوروز تبریک و تهنیت ها میکنم و همیشه خانهشان خرم و مثل بهار شکوفان باشد و هم وقت در لبانشان خنده باشد و راستی مدتی یک 7 ماه 8 ماه می شود که من نیت داشتم که در برنامه شما اشتراک کنم و این نیت های و آرزوهای من عملی شد و برای شما تشکر زیاد می کنم که مرا به همین برنامه دعوت کردید. به همه تماشابینان صبح دیار هم یک سلام خود را می رسانم. و ما نیز پیش از همه برای شما که زایرشاه عرض سپاس میکنیم و چون من آگاهی دارم، چون صحبت ما و شما بیشتر گویم طریق شبکه اینترنتی صورت میگیرد بیشتر و بیشتر و چون آگاهی از آن دارم که سفرهای هنری داشتید و گفتید چون برگشتیم حتما برمیگردیم، همگی چند روز شده است که برگشتید و به خستگی خود نگاه نکرده هم تکلیف ما رو و هم تکلیف مخلصانتان رو رد ننمودید. و اینجا من میخواستم بسیار صحبت با شما در الوهیدگی هم و در وقت برنامه هم داشته باشم. لوگ اینجا میبینیم که چون ما علاقه اعلانی داشتیم که از جانب تماشابینان عزیز و مخلصان و دوستداران گوییم سرود و آهنگ و هنری شما زنگ‌هایی است و آغاز صحبت با مخلصان بکنیم یا هر دو در اول کدام انتخاب جانب شما است؟ من میخوام اول یک سرود خوانم، یک سرودی از استاد جوریبک نبیف که ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است، که این غزل از سعدی است. میخواستم برای تماشابینان صبح دیار یک سرود سرایم، بعد به این سوال و جواب ها شروع کنیم. و اگر مقابل نباشد اینجا یک مادر عزیز با اون در خط علاقه ایستادن چند صحبت بکنیم و آغاز صحبت ما از چند مصرع شعر و سرود باشه. خب السلام علیکم، روز بخیر و شادی باشد. سلام علیکم. در جانب شما مادر عزیز. روز بخیر لقمان جان عزیز. تشکر زیاد. نوروزهای عمدگی سالگی ایدای سری سوکتی تبریک. تشکر زیاد. ما مخلصی اشدی شما لقمان جان. سپاس مادر عزیز میکنم. اما همه جا محیدین و دست سرودی همون و یک گویی و البته پس از چند ماه حتما خواهیم گذاشت و اینجا باشد ما چون گفتیم در مهمانی ما یکی از سراینده محبوبی هستند که امروز علاقه روزی چندم است که ما برای شما هم سرودی میگذاریم، هم از هنری این سراینده محبوب علاقه شما را آگاه هم نموده ایم و چون گفتیم آغاز صحبت ما از چند مصرع سرودها آغاز خواهد بود. ما را بهشت صحبت یاران همدم است، ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است، هر دم که در حضوری عزیزی بسر بری، دریاب که از حیات جهان
حاصل آن دم است. دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر کی چشم گشوده ها دارد آدمی است، پس دیر را که صورتی فرزندی آدم است. آن است آدمی که در او حسنی سیرتی یا لطفی صورتی است، دیگر حشوی عالم است. یا لطفی صورتی است، دیگر حشوی عالم است. وان سنگ دل که دیده بدوزد زیر خوب، پندش مده که جهل درو لیک محکم است. دنیا خوش است تو مال عزیز است تو تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ممسک برای مال همه سالت تنگ دل، سعدی بروی دوست همه روز خرم است. سعدی بروی دوست همه روز خرم است. تشکر. و در واقع هم یک آهنگی بود که کس را گوییم باز به یک دنیا و به یک عالم دیگر میبرد. و من اینجا میخواستم ظاهر شد چون وقتی چند لحظه سرود اجرا کرده بودید و چون پیوسته با نوازش مشغول بودید یک چیزی رو مشاهده کردم، گویا به یک دنیای دیگری وارد شده. و اگر امروز بیشتر من به عزت کسی رسیدنی نیستم، البته معذرت می‌خوام از آن جوانانی که امروز روی صحنه آمده ایستادن روز به روز وقتی سرود میخونن گویا چیزی دیگر برایشان است و وقتی از سراینده چون سرود میسراید آهنگ مینوازد باید چگونه باشد؟ اصلا باید وقتی که سراینده میسراید باید با مضمون شعر باید اول شناس باید باشد، چون که برای مردم چی گفته شده است و شاعر درد دل رو به چی گفته است. و وقتی که با همین تنبور می نوازید یک احساسات به شما و دیگر دنیای وارد میشه و دنیای موسیقی وارد میشوید و یک با آهنگ و شعر یک چی پیدا میشود و از دل میبراید. چون که الکی سعدی برای دوست همه روزه خرم است، ممسک برای مال همه ساله تنگ دل. یک موسیقی که برای مال همه وقت دلش تنگ میکند که یا مبلغ نیافت، یکی سعدی برای دوست
این دوست یا زمینی است یا الهی هست. هر کی با تصورات و با فهمش خود میفهمد و وقتی که این سرود را میسرایید الکی باید هر یک سخنی شما از دل میگذارد و از دل باید سراییده شود و میگویند دل را به دل رهی است در این گنبتی فیروزه روخان در نظر به فکر همی خیل، یعنی از دل اگر براید به دل خواهد جای گیرید. و جانب بیننده عزیز میگیم السلام علیکم و البته معذرت میپرسم که چند لحظه است که زنگ زده ایستادن و السلام علیکم، روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم لقمان جان عزیز. درود مادر کلان مهربان. بچه جان های مهربان و این سودی شما مهمان عزیزی شما دایرشوی مهربان را تکلیف نمودیتان من خیلی خورسند شدم. هر پگاهی روز من از 7 ستاره دایرشو را تماشا کرده خیلی حلاوت میبردم که چنین سراینده با اسلوب و با آداب هر روز کدی 7 ستارنده هینده اینا. سلامت باشید لقمان جان عزیز، من میخواهم که همینا ظاهرشو و مانند ارتیست های نامدار خلقی SSL شیرالی جورایو، آزادبک نظربیکوف، جوربک مراد با این ساحه های بلند و لایق شمان الهیم. سلامت باشید بچه جان عزیزم، من از شما خواهش میکنم که 4 مصرع یک یگان سرودی نغزتانه خوانید که من همین سری دسترخوان نهاری و حلاوت برم بچه جان. سلامت روی نوروزی گذشته مبارک باشد هر داتامه بچه جان های عزیزم. تشکر زیاد مادر کلان عزیز. و چون آغاز ما از آنی بود که کوشش میکنیم همیشگی باعث خرسندی گردیده باشه و اصلا بیشتر بندشه شما برای مخلص برای شنونده یا اگر بگیم پدر و مادر کدام سرودی پسند است که در وصف چی سراییده شده باشد از تجربه و مشاهده های شما و در واقع نه هر سرود رو پسند دارن پدر و مادران ما. بله، برای مادر عزیز بسیار دعاهای نیک کردن و سخنهای خوب هم گفتن. راستی بسیار خرسند شدم که من چنین مادرای عزیز هستن که ما رو یعنی سرودهای مرا گوش میکردن. الکی مخلص هم شدم، برای آنها تشکر زیاد میکنم. خدا کند که همون دعاهاشون عملی گردد و ما به همین سطحی به عنوان استادی رسیم. و برای مادران یک سرود مادر میخونم برای مادر عزیز که چند مصرع هم باشد خوب است چون زنگ ها پی هم هستند. نگذاریم تا آنی که آنها صحبت نکرده از این برنامه از این صحبت ما بی بهره مانده باشد. زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر دلم را جز تو کسی بهتر نمیداند. سرود اولینی من سرود آخرینی من توی مادر سلامت باشم مادر عزیز. و چند سرودی بود؟ محسن بله 4 مصرعی بله. و خب بخش که دایی ریکلام است پس از آن برمیگردیم. و خب تماشاگران عزیز ما چون ذکر نبودیم وقتی برنامه را منظور شما میگردانیم کوشش میکنیم هم صحبتی باشد. و السلام علیکم بیننده عزیز. السلام علیکم.
و اینجا خواهش میکردیم از نو با ما در ارتباط می آمدید چون صدای شما کمی با ناقصی رسید آمد، از این لحاظ نتوانستیم زنگ را با یوسف. السلام علیکم. تشکر. تشکر زیاد. رحمت. و البته ما اینجا تصمیم گرفتیم تماشابین از جناب اول صحبتی کنیم و چند هر صورتهایی که از جانب شما درخواستی میشه و در یک قسمت دیگر به طور چند مصرعی اجرا کرده باشه. عزیز برنامه رو ادامه میدیم و ما چون گفتیم ما نیز در سرگرمی گرمی صحبت هستیم چون دیدیم که از روش برنامه به این فرصتی ندارم، پس ما کوشش کردیم که در وقت نمایش بخش رکلام گوییم یک صحبتی داشته باشیم. و خب تماشابینان عزیز برنامه رو ادامه میدیم. همگی چند دقیقه دیگر ما در اختیار داریم و آماده ایم که تمام زنگ‌های شما را قبول کرده باشیم و دیدیم که اینجا زنگ‌ها بیشمار از جانب شما رسیده ایستاده است. و من می‌خواستم گزارشو اصلا در زندگی اگر می‌گریم، اگر وقتی انسان تولید می‌یابد پدر و مادر با یک محبت گوییم به دست می‌گیرد، بابا و مادر کلان نامی می‌گذارند. وقتی چون روز می‌رود ماه می‌رود خواه ناخواه گوییم فرزند راهگردی رو می‌آموزد و چون از پس آن پدر و مادر با شوق می‌نگرند، وقتی راه می‌گردد چند قدمی می‌ماند با شوق می‌نگرند، وقتی به زمین می‌افتد تازه رفته با آغوش می‌گیرند، با سر می‌آیند تا راه بگردد. من اندیشه دارم هر کار و هنر نیست چنین است. وقتی زایشوی خردکار گوییم اگر کمی به تاریخ پیشینه شما می‌نگریم، چون وقتی صحبت گفتید از اویلاهای هنرمند هستید، بابای شما بیشتر سر و کار داشتن با اسباب‌های موسیقی ملی با سرود. وقتی چون خود را شناختید مکتب را ختم کردید چند سال داشتید، وقتی روی آوردید به صحنه و استادان نزدشان رفتید و یکی از استادان آمدن گفتن خب زایر شو راه افتاده نشو، من تو رو به مقصد میرسانم. بودن چنین لحظات در زندگی شما؟ البته معذرت از تماشابینان یک لحظه کوتاه‌تری میپرسم چون زنگ‌ها هم پای هم است. اندیشه شما رو تنها به طور کوتاه میخواستم. بله بسیار سخن خوب گفتید. راستی من از همون یعنی 10 سالگی به این صنعت یعنی میخ پیدا کردم و قدم گذاشتم به این شاهراه موسیقی قدم رنجه نمودم. راستی اینجا استاد ظفرجان شریپوف و عبدالرشید نوردینوف هستند که من راستی از اینها از آوان خردی آرزو میکردم که اینها نوازن و من سرایم و امروزها یعنی من امروز با آرزوی خود رسیده ایستادم و برای این استادای عزیز که برای من بسیار مصلحت‌های مفید دادند و برای پیشرفت کار من بسیار مصلحت‌های خوب میدادند، برای آنها تشکر زیاد میکنم. و راستی بسیار هم بعضی حالت‌ها میشد که انسان روح افتاده میشود. بله. برای که یک بعضی سراینده های امروز بالانشین هستند و راستی این چیزها رو بعضی از خود میگذارن و استادان میگن که روح افتاده نشد، تو همه وقت به پیش رفتن گیر، هر یک کس جای خود را دارد و هر یک آدم شنونده خود را دارد. و من برای استادایی که برای من امروز یک مصلحت خوبی دادن برای آنها تشکر زیاد میکنم و تا جان دارم برای آنها خدمت میکنم. و اوی وقتی شاگردی استاد سخن میکنه و میرنجد از استاد، در واقع هم شاگردی وفادار است یا نه؟ نباید این به فکر من وفادار نیست، برای که استاد برای کاری او میگوید، برای پیشرفت کاری، برای که اون استاد تجربه خود را گذرانده است از این چیز و چیزی نباشد بسیار تجربه دارد در راه صنعت و باید برای استاد تشکر. راستی منم بسیار بعضی خفه میشدم، در بعضا میرنجیدم بعد فکر میکردم شما در پهلوی شما نشستم از این سیر شما دانم که روز رنجیده اید. بله رنجیدم بعضی رفته فکر میکردم بعضی میگفتم راست میگویم. وقتی که رنجیدم، وقتی که در دیگر شهر رفتم همون چیز در سری من آمد، بعد گفتم که استاد برای من گفته بودن که من همین کارو جواب. و چون باور دارم که اومدید و عذر پرسیدید. بله من گفتم برای آنها همشون گفتم تشکر زیاد. من از دل برآوردم اون چیزا رو. اون استادایی هستن که بعضا رنجوندن مرا، بسیار برای فایده من بود، برای پیشرفت من مرا رنجوندن. من برای آنها تشکر زیاد میکنم. پس تشکر زیاد. و در واقع هم اکوی شو وقتی با استادان در صحبت می نشینیم بیشتر میگویند باید
رنج کشید تا آنی که گنج رو به دست آورده باشیم. گنج رو ما نمیتوانیم گوییم چون صبح از خواب برخیزیم و در پهلوی ما ببینیم، یا چون در خواب شب دیدیم پگاه رفتیم و در جایی که خواب دیدیم از اونجا به دست آوریم. یعنی اینجا اندیشه من اطرافیانی است که باید مهنت، زحمت، وزنینی و مشکلی ها ما رو در پیش از باید همه رو پسی سر نموده باشیم، از این بر می آید. بله. و خب جانبی بیننده از میگم السلام علیکم، روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم. السلام علیکم. مهمان به برنامه خوش آمدید میگویم. سلام باشید. پرسیدنیم که دیسکشن برآمدگی می. تشکر زیاد. و اینجا اکنون می ایستادیم بابت سرودهای شما. آیا امروز مخلصان شما که مخلصان صنعت شما، صدای شما، سرود شما هستند می توانند دسترس کرده باشند؟ بله، من کمی یک ماه بیشتر برای استودی فریدون آورده سپاریدم ثبت‌های خود را. کسانی که می‌خواهند اگر سرودهای مرا یعنی گوش کردن خواهند مرحمت از استودی فریدون دسترس نمایند. تشکر زیاد. و اینجا ما تماشابینان عزیز پیوسته بار دیگر یادرس از آن میشویم که این صبح در مهمانی برنامه ما دارنده عنوان علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان، آموزگار کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان ظاهرشاه حیدرов هستند. و ما پیوسته کوشش میکنیم که همیشگی با یکایک شما باشیم و همزمان کوشش میکنیم اون پیامک‌هایی که طریق وایبر از جانب شما آمده ایستاده است آن را نیز قرائت کرده باشیم. و اینجا یکی از گفتن که مخلصان هنر شما پیوسته گفتن من از اینترنت گرفتنی شدیم اما این سرود رو نیافتیم، برای چی نیست؟ خور کردیم پدر، خورگردانی پدر رو در نظر دارم و خوب میشد از اون جستجو میکردن حتما پیدا میکنن. خب تشکر زیاد. و اینجا چند دیگر همچنین السلام علیکم گفتند و البته برایشان سلام و پیام میرسانیم و چند یک مصرع شعری را ارسال کردند. من اون را برای شما بهر قرائت خواهم دسترس کرد و تو قدر امکانیت اگر باشد چرا نه. و من اینجا میخواستم اکوی ظاهرشاه گفتیم همگی چند دقیقه وقتی رو در اختیار داریم. اصلا برای انتخاب آهنگ و متن کی به شما کمک میرساند؟ راستی من بسیار در خانه یک کتاب‌های زیادی دارم و شب‌ها برای خود مقصد گذاشتم که یک کتابی بدیهی خونم، برای یک کتاب مطالعه نمایم و من برای خود هر بیگه 1 ساعت وقت جدا کردم برای کتابخوانی و غزل‌های استادان و این شعرها رو میکاوم و برای خود پسند الکی به دیگر دفتر جدا میکنم و این سرودها رو تیار میکنم برای همه استادایی که من امروز در نزدشان کار میکنم، در آن نزد آنها میسازم. اگر قبول کردن آن سرودها رو و آهنگ رو رواج میدیم. تشکر زیاد. و میگم السلام علیکم بیننده از روز بخیر و شادی باشه. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. من از شهر خوجام، همتون امیه خان. من شما دیده خیلی خوشحال شدم و شما جینکم اول صحت سلامتی میخواهم. سلامت باشید. همه وقت بایدتان خسته نباشد، همه وقت آوازتان خسته نباشد، همه وقت سربلند باشید، چیزی نیتتان باشد خداوند کریم نیتتان به خدا رساند. سلامت باشید. من پسرم خانه عبدالعزیزنده من حضور برنامه دیار را دیده خیلی خوشحال شدم. رحمت. شما اولا فقط صحت و سلامتی میخواهم. سلامت باشید. به شما اوکای عزیزم که تا برنده که هستید به شما صحت و سلامتی میخواهم. همه وقت خسته نباشید، همه وقت در بنای خدا باشید. تشکر زیاد. و در برنامه و خانه ها میهمان ببید. تشکر زیاد. سپاس مادر کلانی عزیز، مادر مهربان. که از عمه من میشدن در ولایت سوت امروز در نزدیک پسرشان مهمانی آمدن. برای عمه عزیز تشکر زیاد میکنم و برای آنهایی که امروز برای من زنگ زدن تشکر زیاد میکنم و عمه عزیز هم وقت سلامت باشید و بسیار من خرسند شدم که در خوجندم برای من زنگ زدم و من با شما فخر میکنم. تشکر زیاد.
و اینجا من میخواستم همزمان یک سوال دیگری پرسان شده باشم و که زاید شد ماست اگر گیریم برای خود شما اگر گرفتیم برنامه کنسرتی گذاشتید دیدید سرود با انتها رسید همه مخلصان کفکوبی کردند و گلدسته ها اومد بیشتری پسند کدومی از قبول گلدسته یا قرصک مخلصان؟ بسیار سوال خوب دادید. من بسیارتر به قرصک مخلصان بسیار آرزو دارم، شوق دارم به این چیز یک و خدا کوشش میکنم که همین قرصک ها بسیار زیاد شود. تشکر زیاد. و همزمان گفتیم چند دقیقه های خیلی کوتاه در اختیار داریم، همگی 5 دقیقه دیگر در اختیاری ما مونده است و کوشش میکنیم در این دقیقه ها گوییم هم به هر یک زنگ و هم بر یک پیامک هایی که از جانب تماشابینان عزیز به عنوان برنامه رسیده ایستاده است حتما گوییم پاسخی گفته باشیم. 7093 گفتند بابت فیته شما پرسان شدند. در واقع هم هست امروز می توانید پیدا کرد و دسترسی خود کرده باشید. و بابت اونی که امروز اصلا به اندیشه شما تا چه اندازه سراینده رو ضرور است که با یک اسباب نوازش ملی سر و کار داشته باشد یا لازم نمیشه برای تنها سرود خواند شعر از خود کفایه است برای سراینده؟ نه چرا باید یگان چند اندیشه شما نمیدم من گفتم لر کفایگی ندارد سرود زمزم میکنم خود کفایه است من صنعتکار هستم و البته شماره خیلی کم چنین اندیشه دارد. نه باید صنعتکار با واسطه که سرود آواز دارد باید سازم نواخته تواند، برای که وقتی آهنگ را خودت ایجاد میکنی خودت میسری و دیگر چیز است و وقتی که نواخته میسری و دیگر دنیا است و راستی من هم همین گونه فکر میکردم در اول وقتی که وارد موسیقی شدم و یک دنیای موسیقی دیدم یک ماهیچه در همین بحرچه از این بحری کلام میافتد و در درون بحر میگردد کلام میشود بسیار کلام میشود. وقتی که بالای بحر خیس کردن میگیرد بعد چغ میزنه میگه که من زور بودیم، یعنی من بسیار با اندیشه خود من بسیار زور بودیم، همین دیگر نیست دیگر ماهی. وقتی که بالاتر خیس میکنه تو میبیند که در بحر چگونه کیتای کلام هستم میگوید که حالا من هیچ چیز نبودم. وقتی که منم همین چیز آرزو میکردم وقتی وارد صنعت اصیل شدم بسیار استادای دیدم و دیگر شدم الکی جهان بله الکی من باید دیگر چی باید فکر کنم و امروز کوشش کرده سادم که به هم استادایی که امروز کله صنعت رسیدن به درجه آنها رسن. پس ستاره بودن چیست به اندیشه شما؟ خود را ستاره میشمارید؟ نه اول ستاره هم نیستم و چیگم میخواهم که نه ستاره باشم، همچون یک در نزد خلق یک همچون سراینده. بله. نه اینکه من ستاره هستم و ستاره میکردگی هم خلق هست. در واقع اندیشه خیلی خوب است. برنامه شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. الو السلام علیکم. درود جانب شما. عبدالتون سلامتی میخواهم. من یک در بوری پدری ازم یک شعر نوشتگی همون رو خونم ملش می. مرحمت باشد. سلامت باشید. پدری نورانی موی سفید از وقتی سفیدی من، قامتی بلند از ابروی بلندی من، سخنهای شیره دارد اصلی دل من، رفتار و گفتارد افتخار من. تو این قدر نور ایمان داری، نور ایمان به تو زیبنده، تو برای ما ارزنده، تو برای ما یکی و یگانه. پدر گویم ایمانم قوت میگیرد، پدر گویم بحی دلم شاده می شود، پدر گویم برویم توشی می دمد، پدر گویم خدا برکه می کرد. تشکر زیاد ما در کلان البته معذرت میپرسیم چون صحبتی ما قطع کردید. در واقع یک بودردی گفته خوب است با یک بسیار برای پدر بسیار یک شعری خوب گفتم و پدر رو همیشه سلامت باشن. و اینجا ما تماشابینان عزیز هرچند میخواهیم ساعتها با شما در صحبت باشیم و امروز چون ما با مأموریت تلویزیون بهرام جان یک موافقه داشتیم گفتیم از برای شما تماشابینان عزیز ساعتی برنامه رو تنها این صبح گوییم یک ساعت که طول کشاندیم تا اونی که از این یک صحبت
بی بهره نموده باشید. و اینجا ما چون نزدیکیم به انتهای برنامه که ظاهر شد و اینجا ما به نشاندادهای زنگ تلفنی می نگریم که نزدیک 1 ساعت که با شما بودیم زیاده از 200 زنگی را قبول کردیم. تنها همگی شماره زیاده نزدیک 200 رو ما تنها قبول کردیم و از این برمیاد که زیاده از 200 زنگ تماشابینان بودن. همگی نزدیک 1 ساعتی که ما با تماشابینان بودیم و ما میخوایم ساعت با شما باشیم. ولی متاسفانه فرصت کرده است. میخواستم در انتها چند سخنی کرده باشید و چون موافقه کردیم جنبست برنامه جنبست صحبت ما با یک ایجاد نوی شما به طور پوره خواهد بود. برای مادرای عزیزی که این روز برای ما زنگ زدن و بسیار سخنهای والا گفتن، برای پدرای عزیز که این روز سخن گفتن و بسیار من خرسند شدم و برای آنها تنصیحتی، صحت، سلامتی، چون باباهای ما دعا میکردن که تن صحت خاطر جان. برای آنها تن صحت، اصلا در زندگی تن صحت باشد و خاطر جان باشد، در زندگی همه چی یافت میشود. برای آنها تن صحتی تمنا میکنم، همه وقت خانهشان خرسندی باشد، توی باشد و درد و غم نبینن و همه وقت ما هنرمندا دعا میکنیم که خانه هر یک ملت تاجیک توی شود و ما در خرسندی آنها اشتراک کنیم. تشکر زیاد و بار دیگر که برای تشریف شما و برای استادانی که ما رو همراه بودن عرض سپاس میکنیم و همیشه میگوییم که بگذار در هر جای نباشد صدای شما معرفی کننده همگان باشد. هر ایجادی میکنید، هر انتخاب میکنید باشد که همیشگی گوییم همه را به خوبی و نیکی خوب ببرد. و گفتیم کدام ایجادی نوی شما است؟ بعداً برای شما تشکر زیاد میکنم عزیز و چون برای این برنامه ما را دعوت نمودید و برای متصدی های همین برنامه تشکر زیاد کنم و برای رئیس این صبح دیار که بسیار تلویزیونی بسیار یک به فرهنگ است و پیشبرنده فرهنگ است، برای آنها تشکر زیاد میکنیم و تمام شد. حاضر ابر سرود میگویم چند میاد وای میخونید سرود 3 نود است همیشه 3 نودش کک است نو وقتش جمع است میکنید نو با جمع است میکنید چون یک ساعت دیگر وقتی برنامه گرفتید که من راهبریت که گاز نکنم خودتا میدونید دکام میگه حال نه باز میبریم. خب البته تماشابینان عزیز گفتیم وقتی ما برنامه رو مستقیما پیشکشتان میگردونیم در بعض لحظه با ناقصی تکنیکی روبرو میشیم، معذرت میپرسیم و گفتیم بعد کردیم یک سرودی که از آهنگ یک شعر از لایق پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. مرحمت. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. گویند گر چنا سزا تنها سزای تو. گویند گر چنا سزا تنها سزای تو. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم، هر جای که پای می نهی آواز پای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو.
من با کمال عاقلی دیوانه تویم، من با کمال عاقلی دیوانه تویم، هوشیاری و جنونی من هر دو فدای تو، پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. هرگه که بر گذشته ها دلگیری می کند، فریاد من شنیدنی گل خنده های تو، من زنده ام به عشق تو، من شاعری تویم، تا انتهای عمر دلی من سزای تو، پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو، پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو.